وقتی این طرحواره فعال میشه ممکنه دائم نگران این باشی که آدم‌ها تو رو ترک نکنن و تو تنها نشی. سلام مجدد، من بیتا برزگر هستم، روانشناس. توی ویدئوی قبلی در مورد طرحواره‌ها صحبت کردم. حالا میخوام یکی از رایج‌ترین و تأثیرگذارترین طرحواره‌ها رو توضیح بدم. رهاشدگی. طرحواره رهاشدگی یک باور عمیقی داره که میگه آدم‌های مهم زندگی منو ترک میکنن و من در نهایت تنها خواهم موند. وقتی این طرحواره فعال میشه ممکنه دائم نگران این باشی که آدم‌ها تو رو ترک نکنن و تو تنها نشی. حتی وقتی یک دلیل واقعی برای نگرانی وجود نداره اما باز هم تو نگرانی. این حس باعث میشه که تو توی روابطت یک سری رفتارهای واکنشی نشون بدی. مثلا اینکه خیلی وابسته بشی، کنترل کنی یا برعکس اصلا با کسی صمیمی نشی که نکنه یه وقت بخوای اونو از دست بدی و تنها بشی. توی ویدئوهای بعدی راهکارهایی درباره شناسایی و مقابله با این طرحواره بهتون میگم. با من همراه باشید.